امروزها دولت ترکیه و سوریه ماتم دارند. در اثر یک زلزله دهشتوار چندین هزار انسان جان دادند و هزاران نفر دیگر زخمهای گوناگون برداشتند. تلفات مالی و جانی خیلی زیاد است. خداوند گذشتگانشان را رحمت و مغفرت فرماید و بر زنده هایشان صبر جمیل عطا فرماید. کارشناسان سببهای زمین لرزه را بیان می کنند ولی به عمق حقیقت آن نمی رسند. علت و سبب حقیقی آن را قرآن بیان می کند. خداوند تعالی در قرآن کریم می فرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی هر بلا و مصیبتی که بر سر شما می آید به سبب همان گناهانی است که انجام داده اید. زلزله و آبخیزی، قحطسالی و نابراری، بیماری های گذرنده و غیره، همه اینها به سبب گناهان ما و شما به عمل می آید که تا به حال از بعضی آن گناهان توبه نکرده ایم. این همه بلا و مصیبت ها را می بینیم و از آن عبرت نمی گیریم. حالا آن که خداوند به ما حکم کرده است که از بلا و مصیبت هایی که به دیگران می رسد عبرت بگیرید. خداوند در قرآن کریم وقتی عذاب امتیان پیشین را بیان کرد در دوامش فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی ای صاحبان عقل عبرت بگیرید. پس زلزله‌ای که در دولت ترکیه و سوریه به عمل آمد برای همه ما و شما عبرت بزرگی است. پس ای کسانی که مال مردم را به ناحق می ستانید، به زنا و فحشا، دزدی و شراب، ریزاندن آبرو و دیگر گناهان بزرگ چنگ میزنید، از الله بترسید. خصوصا مردان و زنانی که در شبکه ایما و فحشگویی مشغول هستید، در یک جا جمع شده سخنان فحش و شهوت انگیز میگویید. این را بدانید که این همه گناهانی که انجام میدهید به جزا نمیمانند. دیر یا زود غضب پروردگار دامنگیرتان می شود که آنگاه پشیمانی هیچ سودی ندارد.